ویدیو وایرال شده و میگه که چجوری وسایلمون رو پک کنیم و پتو و اینا رو میذاره داخل یک کیسه زباله و این شکلی با جارو برقی میکشتش و ببین چقدر سایزش کم میشه و چقدر کوچیک میشه. بریم امتحان کنیم ببینیم واقعا جواب میده یا نه. لوسی پاشو امتحان کنیم. یک کیسه زباله برمیداریم، یه پتو میندازیم توش. عمرن اگه این کوچیک بشه خاموشش باید کنی اما مگه میشه هجوره کرده باورم نمیشه انقدر شد.